جنی جان جله خیلی اول خوبه جله هستی چرا برات نه؟ غریبه ایلا بیکاری رفته بیا که خدی تو بری قراری کرده امرو با میلی با کجا بریم؟ با بند پاشدان رفته همین که غوغای و پارا کرده بسته او تمام همین مردم شهر افغانستان میرن با بند پاشدان در میله همین که جا برابری نیه ما اوتان رفیق بریم اکثر میگیشیم میزیم بکنیم میله لکسی هم میشه میری باشه برم با بابا خوب بگم پول داری؟ چیگاره؟ پول هم دیشتا بود چیز میگم تو داری پول؟ ما دارم یعنی تو هم دیشته میشه من گوشی ندارم از کافر بگیرم من دارم دیگه ما به تو عکس میگیرم دیگه چی میرفه؟ برم با بابا خوب بگم نه بو می بیا بریم دیگه با گفتن چی داره ها با میری میگی به پیار کن برم دستمال خود اول دارم خب برو دستمال خود که پوست خود پاک میکنم اینه یک دستمالی حتی خب برو این شال منه برو بگو ما محتاجتونم بیا همینجا بستشی اینجی نمیستم دیگه کجا میستی؟ سر سرم کنار سرم میستم معیاد ما میره کجا بیارم بابا سر خلان دام همین تو جایی که موتورا رو نشان نمیره همینجا بشی خوبه برو دیگه برو علی کنار دیوار میشینم از کمل بیا بگیم چیزی جلوشو از کجا میگیره از کمل؟ اگر دو تو بیست بیمستن ولایی بگیر اختر یه داره سال کنم ور دارم میدش بار فینانس کنم تو بگیر از کمل پیش بینه کامل دادم بگیرن کجی باشه از این کردم بگیرو گیلک دوخی نکن نفتکی دستا خوبگی محکم بابا من مونده کجی بیا بالا شو بیا اینه دو همین جلو نرو برو خوب جایی آمده نمونی بگیر از این جدا بگیر از کجا؟ از اینجی از اینجی باش این جدا بسته کن خوب کجی از کمه بگیر از توی او از که تو بگیر خیلی پیش نرو گیلک بیایی من بیاو
لکلی جوی کنی هم بوده که تو بابا دست بابا جا گریه نکن گوش کش که همه برو تو با بالا شکل و تو رو کش نکنی یا خود کنی چه کاری تو بوده؟ پیدا اونی بلای باشی سخلاس نگاه کنی بابا برو مادر پیاره خبر کو بیا مادر برات نگی پیرافر مادر خانار او برام مونده پیرونه چه میدی پاسی امیه کماگه ماما نه یا برو بر برو کماگه ماما جان تو را بر چی رقم آدم بیاق نبودی برو تو بر برو ماما که نکشت شما ما این طرفته این طرفته کجا نشون میزنی ماما نشون میزنی نشون داری چه کار میکنم نشون داری بابا ما بیزارن نشون دادن رفیق عزیزه تا برده به قوم شده این بر شما ما چه کار شده رفیق عزیزه تا برده حالا تو رفیق طرفته خلاص ماما چه کار کنم ماما اشتا کنم که هر جمعیت اینجا جوانی کشته بگیرید چون که من سعی کنم چی نه حالا راجو اینجا که به زیر رفته باشه دیگه بالا نمیاد خب من خانواده اینا رو خبر کنه ما اشتا کنم لا بابا فعلا البته جی دست را شما اینه کجای حاله بابا خونه شما بله بابا چی باستیم اینجا ما بیا برید بحث کنید نمیتی ای خور به سر یعنی بالا یک شای اون یا پتوی همه شای با فیلا تلفک برفته به زیر هوا خلاص ماما جان گریه نکن تو یا برو جبر سر شما کجایه؟ باشه من میرم خونی از اینا پیدا میکنم ماما بریم و کجا پیدا کنم لگاله بیلا بیچاره برفته به زیر هوا تو سعی که تو به خاطر یک عکس میام اینجا میسته که خبر نداره که اینجا چی داره داره بابا بلا افتاد اونه این دیوانیه ماما ببریمی بابا جنجال افتاد خودی حالی هم میره به زیر هوا برای رفیق خود تو خوب گوش کش خبر ندارن که اینجا کسی به زیر هوا برده که بالا شدن سخته با بیلا دی بیچاره دنگی بیان عکس میگرفته پای برفته به زیر هوا این برفته به زیر هوا رفته این شوخی نیه آخه 100 متر او داره این بالا شدن از این آسان نیه به چی نادونه بیاد اینجا رفیق خود به زیر هوا رفت با بیلا کفشای هم بموند اینجا بوش کن بزاره من که برم از اینجا دیکنه چه کار کنم چه خاکی سیاه به صرف بکنم من چی جواب از اینا رو بدم خدایا اشته بگم گیلک به گیلک قرق شده به بله ماما نورو سلام علیکم وعلیکم السلام ماما جان ماما نورو جان ماما نورو جان بگو چیکار شده؟ گیلک با چی شما خدمه برابر بیله گیلک قراری کرده تشته و به و غرق شد هرچی هم بگیشتی پیدا نشد چکار شو؟
گیلک به هوا بند پشتان غرق شد. ماما نورو پیدا نشد. ماما نورو مقصد بیارم مقصد ماما نورو اشتم های بشون مقصد هرچی بدیدی هرچی کمک کشیدی پیدا نشد. چکاره؟ مامان رو چکار شده شما؟ مامان رو چکاره؟ چکار شده؟ البته پس شده نرم شده مامان رو مامان نوروز خبر برگه گیلک بشنی. چکاره؟ گیلک بند پشتان غرق شد. راست خور بگو با خدا دروغ نمیگو. این به پیاره تو گفته شده این به کجا میده که به بند پاشدان غرق شه؟ ما و گیلک برفتیم به میله بند پاشدان. گیلک داشتی ترس بگیر اومد یک دفعه او رو باش داد بر همه چو عالمه پیدا کنی آدم زوف کرده اشتنه کجی چو باش که نره خبر میشه چو باش سب کن کش کن چو که سب کن بریم بابا نورش بریم خیلی کجی وقتی برو به مادر بگو نگو که غرق شده به تو کشته شده بگو به او افتاده بفهمیدی تو اشته یک کبچر هیچ گیر نداره همه یک کبچر دارن تو بردیشتی ببردی اونا رو به بند پاشدان رو ببردی تو که عقل نمیکشه تو که عقل نو بینو که داری وقتی برو وقتی اگه مادری هم همه بابا نورش همه دستم کنم حال زوف کرده ای آدم وقتی برو به مادر بگو که خیلی خیشا خود زنگ زنم برو خوبه بیرون ماما نوروز وای اشته بدبخت شد کمر از یه آدم بشکست هی کی بود؟ منو خاله جان. کی نی تو خاله؟ کجیرم همسایه خیریات هست خاله جون؟ خاله جون هم یک دقیقه شما چادر خوبی زحمت به سقف کنیم بیاییم به شما کار دارم. چه خیریاته؟ خیلی خیریت خاله جان شما یک دفعه بیایید. خب بگو من پشت در دیگه چی گپه؟ خب خاله جان شما بیایید یک دفعه علی من پیش بم کنار دیوار. خب بس که من چادر خوب سقف کنم. خوبه. خاله بیا مادام. بیا. چی مستی پیر گیلک هم که بدر شد؟ چی شد؟ انا همین دیگه خاله جان زوف کردم. چه کار کرده؟ زوف کردم. چرا زوف کنه؟ عمالی که به خونه تیار بود. خاله جان یک اتفاق بعد افتاده. چرا کس مسی از شما ناجوره؟ مادر تینه ناجوره خاله؟ نه کاش که مادر به اینا ناجور میبید. خاله جان شما و گیلک به چه شما برفتیم به میله به بند پاشدان. گیلک قرار کرده برای به عکس گرفته. خوب این تشو به تو و یک دفعه اون موش داد اون کش کرد بم داخل هوا. همین گیلک دست بالا کرد به او غرق شد اون تزل مجو گیلک چی شو خاله یعنی بچه مرتا برده؟ میگه همه بچه کار کنم نه خودی خواهد بسر خود کنم بیاری چی شد کوکی ماما نورده اونی جو باشد کده بده دردم تو ندمی بچه خوب گفتم که به در نشو از ما ایشته کنم خاله جان بیایی هر ماما نورده بیزه خاله یا نکن رد من خوره که دلم بده
بچه من